من اومدم اینجا روی صحبتم با تک تک ایرانی هاست، تک تک ایرانی ها، چه مخالف رژیمی چه موافق رژیمی، چه اصلا این وسط تو اصلا هیچ نه موافقی نه مخالف. قشنگ گوش کن ببین چی میگم. الان دارم با یکی صحبت میکنم اینجا نشسته تو خارج، یه پیجی هم درست کرده، از یه گروهی هم داره حمایت میکنه، بهش میگم که زنگ زده به من که آره تو هم بیا به ما کمک کن. بعدن گفتم باشه، من به شما گفتم خیلی کمک کردم سال 96، من لیدر چهار ولیعصر بودم دیگه، کمک به اون بزرگی نمیشد که من کردم. میتونم بگم اینجا، میتونم اسمم بیارم آبروریزی را بندازم. ما از کشورم مجبور شدیم گرفتنمون کف خیابون، کتکمون زدن، برداشتن بردن تو بند یک الف سپاه، زدنمون، سرمون نمیدونم شاشیدن، همه مصیبت ها رو سرمون در آوردن، کردنمون اوین، دادگاه قدوسی، قاضی صلواتی، آخر سرم مجبور شدیم از کشور فرار کنیم. این رزومه من. تو چی کار کردی؟ میگم اینجا چی کار میکنی؟ پناهنده‌ام. تو واسه چی پناهنده ای؟ کیس مذهبی دادم. بعدم اومده آتش بیار معرکه هم هستش، پرچمم تکون میده یه جوری، آره ایران رو آزاد کنیم. بعدم میگم آقا جان برنامه چیه واسه اینکه مردم میخوای بفرستی تو خیابون؟ میگه چی؟ درخت آزادی تشنه خونه. آخه بی شرف، درخت آزادی تشنه خونه، تو راضی میشی بچه خودت هم بره تو خیابون الان از این خونش بده واسه درخت آزادی که تو ازش اسم میبری؟ اون درخت آزادی نیست. دنبال چی؟ باز دوباره میخواید کیان پیرفلک واسه پیج خودتون درست کنید وقتی برنامه نداشته باشید. این میشه. ما 96 رفتیم با فراخوان همین خارج نشینا، پا شدیم رفتیم بیرون، خدا بیامرز رولا زممون اون موقع زنده بود، ما رو گرفتن، همه مصیبت ها سرمون اومد، مجبور شدیم از کشور فرار کنیم. تو ترکیه 1 متر برف اومده بود، وایسادم به هر کدومشون مسیج دادم. تو ایران بودم واسهشون ویدیو کار میکردیم، فعالیت میکردیم، جواب میدادن. اومدم تو ترکیه من مسیج میدادم، پیاممو وا میکردن میدیدن، نوشتم منو گرفتن، مجبور شدم از کشور خارج بشم دیگه. پیاممو در حد این جواب ندادن که یه دونه اون روح الله بنده خدا به من جواب داد، گفتش که مسعود دیگه از اینجا به بعدش خودت میدونی. گفتم حالا من به نظرت چیکار کنم؟ گفت برو یو ان ثبت نام کن ترکیه. رفتم آنکارا یو ان، بقیه‌شون جوابم ندادن. بعدن تو امروز نشستی هم اونجا آی نمیدونم ال میکنم بل میکنم فلان میکنم، مردمو میخوای بذاری روبرو هم. ببین یه چیزی بذار بزن واضح و شفاف بگم، اینو میگم به روم با تموم هموطنان ایرانیاست. اشکانیان، نمیدونم ساسانیان، قجریا، کدوم اینا موندن؟ همشون اومدن رفتن. تهش من و شما با هم هموطنیم، هر طرز فکری هم میخوایم داشته باشیم. اجازه به هیچکی نمیدیم، نه جمهوری اسلامی نه کسی دیگه ای ما رو بذاره روبرو هم. یه خورده عاقلانه باشید، یه خورده سیاست داشته باشید، یه خورده ملت فکر کنید. ما وایسیم تو روبرو هم مملکت آباد میشه؟ نه، ما باید برنامه مشخص. من میگم به شما برنامه مشخص داری؟ به من میگی نه. من اون 1401 1098 دیدم باز بدون برنامه مردم رو دارید یه جوری یه قل و قم میکنید. شما اگه فردا بخوام محاکمه کنن، 2 دسته باید محاکمه بشن. یه دسته این آدمایی که تو ایران مردم رو قل و قم کردن، یه دسته آدمایی که بدون برنامه همین مردم رو فرستادن کف خیابون. کو کیان پیرفلک کو؟ چی شد؟ سینا قنبری همبندی من مرد، چی شد؟ انتقامش کی میخواید بگیرید؟ چه جوری میخواید بگیرید؟ دیگه اسمی هم ازش میارید یا نه؟ برنامه فرق میکنه. میخواید پروژه جمهوری اسلامی رو پیش برید، شهید سازی کنید، مردم رو بکشید، بچسبونید تو پیجتون شهید راه شماست و فلان و نمیدونم الان انتقامش رو میگیرید. نه اینطوری نمیشه. ملت عزیز من، هموطن گل من، قربونت برم، یه دقیقه گوش کن. من یه مبارزم با تجربه و با عده‌ای از مبارزین معمولی، کسایی که واسه آزادی سینمون رو سپر کردیم، رفتیم کف خیابون، کتکشو خوردیم و تجربهشو داریم و میدونیم نقاط قوت و ضعف امروز چیه. اومدیم یه برنامه‌ای نوشتیم مشخص، یه انجمن درست کردیم، جامعه مدنی ایران. اسم مدنیت که میاد مردم فکر میکنن آی با فعالیت مدنی نمیشه. نه، فعالیت مدنی نمیخوایم بکنیم، میخوایم قیام بکنیم. چرا جامعه مدنییم؟ چون که جامعه مدنی توش همه افکار و عقاید و اینا هستن، همه احزاب میتونن شرکت کنن. برید بخونید. حالا چرا ما میگه بیا کمک کن، میگم باشه میام کمک میکنم، صدای شما بلندتره. بعدا به من میگه که برنامه‌ای نداریم مشخص. ما میدونیم ما چرا صدامون بلند نمیشه. من واضح بگم، چون ما جیره خور کسی نیستیم. این الان صدای ما هم از همه این بلندگوها داشت پخش میشد. ما مردم ایرانی، مردم واقعی، ما وطن پرست واقعی، ما وطنمون و هموطنمون رو دوست داریم. حتی اون مخالف، من راضی نیستم از دماغش خون بیاد، مخالف ما، طرفدار جمهوری اسلامی، اونم هموطن منه. ته تهش میخوام باش تو یک مملکت زندگی کنم دیگه. مرد مومن یه جوری میگی انگار اونا مغولن و نمیدونم چی. من تاش نگاه میکنم میگم این یه آدم فریب خورده و
گمراه دنیا رو هم ندیده، تو این عصرم یه خورده دور افتاده و عقب مونده از عصر. باید هم بمونه. با اون حکومتی که هست مثلا انتظار نداشته باش همه روشن فکر باشن، همه به خوب نگاه کنن به دنیا. کجا رو دیده؟ در کشورم بس از پاسپورتش هم باش جایی نمیتونه بره. تو چه انتظاری داری ازش؟ میخوای بری بزنی بکشیش؟ این همه ظلمش شده، تو هم میخوای بذاری روبرو هم اینا رو بندازی به جون هم؟ نکن این کار عزیز من. برنامه‌ای مشخص داری؟ ما برنامه داریم با کمترین هزینه، طبق تجربه‌ای که داریم، با کمترین هزینه بهترین خروجی رو بگیریم. و چی؟ و ما برنامه‌مون اینطوری نیست فقط بریم الان. واسه من میگن دوران گذر. آره دوران گذر رو خوب میگید همتون، منم راضیم از دوران گذر. ولی بعد دوران گذرتون چه اتفاقی میفته؟ کمیته میخواید تشکیل بدید یکی مخالفتون بود با چوب بزنید مثل انقلاب، مثل جمهوری اسلامی؟ نه عزیزم، ما برنامه‌مون کامله تا بعد گذرم حواسمون به همه چی هست. آره ما سهم‌خواهی هم نمی‌کنیم از آینده کشور. برو بخون، نوشتیم. بعدم واسه کسی جوین نمیشه، چون ما اونجا واضح نوشتیم هر کی بیاد اینجا کمک کنه فردا نمیتونه بیاد یه حزبی رو تبلیغ کنه. هر کی بیاد اینجا امروز کمک کنه یه پایگاه اجتماعی پیدا کنه فردا نمیتونه بره سهم خواهی کنه، دنبال مقام باشه. واسه همین کسی نمیاد دیگه. مال ما بی منفعته. درسته؟ میری میخونی خوشت نمیاد. نه ما مردم ایرانی امیدواریم صدامون بلند بشه، سینه به سینه. ما رسانه نداریم چون جیره خور نیستیم. و اینا جیره خور بودیم میگم از همه بلنگوها مال ما رو هم پخش میکردن که این اینو گفت اون اونو گفت. کنار هم ملت، چه مخالفی چه موافقی، بیاید کنار هم وایسیم، خودمون واسه سرنوشت خودمون تصمیم بگیریم، خودمون ببینیم با هم دیگه چیکار میکنیم، نیفتیم به جون هم. وضعیت خرابه میدونم، اینا باید برن میدونم. یک کسی میگن نه اینا بمونن، نه اینا جایی واسه موندن ندارن. ببین اینا بودن اینا سایه جنگ انداخته رو کشورمون، بودن اینا شرایط یه جوری کرده مردم میخوان میافتن به جون هم. همش دلیلش اینا مگه نیومدن گفتن نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی؟ حالا من دو تا گزینه‌شو میگم، خودت یه دقیقه فکر کن. اونی که طرفدارشی امروز گفتن نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، تو بغل روسیه است، چین هم نفت مفت میبره، به غربم داره بیلاخ نشون میده، اونم اونور داره کتک میزنه، کتکشو من و تو مردم عادی میخوریم. و این قالیباف مثلا از چلو کبابش کم میشه، اونا تحریم کنن مثلا 10 برابر تحریم کنن. یکی دیگه شو بگم، اینا اومدن گفتن ما از بیت المال میخوایم نگهداری کنیم و نمیدونم پهلویا خوردن و بردن واسه شما چیزی نمون، نمیدونم ناموستون دفاع کنیم. کن جامعه رو خودت داری میبینی دیگه، وجدان این شرایط جامعه. از عراق و نمیدونم این ور اونور پا میشن میان کشورمون، دخترامون پا میشن میرن کشورهای خلیج فارس. اینم از ناموس. چرا واقعیت رو نمیخوای قبول کنی؟ اونی که داری دفاع میکنی عزیز توی بستر محدودی تو رو نگه داشته، همین حقم بهت میدم. من خودم من به عنوان یه ایرانی، بقیه شاید خیلی تند میرم علیهت، میگن که آی تو بدی فلان، من دارم بهت حق میدم. تو رو توی اون بستری که نگه داشتن تو اون چارچوب، مرغ فکرت اصلا تو قفسه، تو نمیتونی فکر کنی که. بهت حق میدم، ولی یه خورده بشین فکر کن، ببین بیا که مرور کن، ببین گفته هاشون با عملشون جور در میاد. و اونایی که مخالف اینا، با اونا هم هموطنه، همین دشمن هم نیست، مغول نیستیم که. قشنگ با یه برنامه مشخص، ما داریم برنامه مشخص، ما مردم عادی برنامه مشخص داریم. یه بارم بیایید حرف مردم عادی رو گوش کنید. دنبال شخصیت و نمیدونم این همه رفتید دنبال فوتبالیست و نمیدونم ژورنالیست و آقازاده و این ور اون ور رفتید دیگه. هیچ کدوم همشون فقط گفتن برید حالا هر چی شو، هر چه پیش آید خوش آید دیگه. اینطوری بود دیگه، اگه نبود به یه نتیجه میرسیدیم. ولی ما ملت مبارز معمولی این دفعه یه برنامه داریم. این دفعه بیاید به خودمون، به همدیگه اعتماد کنیم، بیاید اینو اجرا کنیم. زنده باشید. بازم میگم تو روی همدیگه اجازه ندید ما رو بذارن. هیچکی. ما هموطن همیم، هموطن همیم. اینو میفهمید؟ اون سرزمین مال همه ماست. ما قراره هر اتفاقی بیفته تو اون سرزمین با هم زندگی کنیم. الان این طرف به من میگه آره برم فلان، تو دلت، من دلم شده انقدر واسه ایران. اینا اینجا تو این شهری که زندگی میکنم همه میشناسن، من تو این خونه تنها زندگی میکنم، خوشحالم نیستم، تنها ایرانی ام که شاید اینجا همش همینطوری ناراحتم و دلتنگ. چرا؟ چون اینا خواسته اومدن بیرون، من ناخواسته اینجا. زنده باشید. بیاید جامعه مدنی به بقیه هم بگید، چه مخالف چه موافق، بیان صدای ما رو بشنون. ما یه برنامه داریم همه با هم دیگه مشترک، قابل اجرا، واقع بینانه، نه تئوری، میتونیم عملیش کنیم. زنده باد آزادی، زنده باد آزادی، زنده باد هموطنا.
تک تکشون.